السلام علیکم تماشابین گرامی قدری من. اینک ما باز با شماییم و برنامه حکمت شفا چون همیشه در خدمت شماست. از آن برنامه که 13 دکبر سال روان ما تشکیل کرده بودیم و در آنجا کوشش کردیم که به سوالهای تماشابینان بیشمار جواب گوییم و متاسفانه نه به همه سوالها ما جواب داده توانستیم، چون که هم وقتمان تنگی میکرد و هم سوالها خیلی زیاد بودند. از این رو این برنامه ادامه همان برنامه است که 13 دکبر برگزار شده بود و باز در اینجا با ما همراه من فیروزه سیدова متخصصی سیلشناس و احسان جان ترسونов متخصصی رابطه با جامعه همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان. اینک ما برنامه را ادامه میدیم، یعنی به سوال هایی که 13 دکبر جواب داده نتوانستیم امروز کوشش میکنیم که به آن سوال ها جواب گوییم. و اینک صاحب تلفن که رقم های دو رقم آخرینش 2427 می باشد چنین می پرسد: پس از تولد کودک را برای پیشگیری بیماری سیل ایمونیزاسیا می کنند؟ تا چه اندازه ایمونیزاسیا می تواند کودک را از این بیماری نجات دهد؟ معلمه از افتش این سوال به شما. باید قید کرد که اولین یعنی ایمونیزاسیا که کودک در دوام حیات خود قبول میکند این همین BCG نام دارد، یعنی بر ضد بیماری سیل می باشد و در 3 روزگی طفل گذرانده می شود و این BCG گرچنده که ما پورا گفته نمیتوانیم که طفل را از بیمار شوی به سیل نگاه می‌دارد. البته اگر طفل در شرایطی باشد که در اونجا بیماری میکروب خارج کننده باشد و میکروب بسیارتر نفس کشد و بیماری سیل گرفتار شده میتواند، ولی به شکل‌های سبک آن، یعنی به اون شکل‌های وزنین بیماری سیل کودکان، یعنی سیل پشخورده بدن، سیل پرده‌های معاینه سر که خیلی دشوار میگذرند و طبابتش نیز مشکل است، طفل ایمونیزاسیا کرده شده گرفتار نمیشود. یعنی از همین نمودهای وزنین بیماری سیل طفل را محافظت میکند. یعنی به هر حال آن از منفیت خالی نیست. همین امکانی کودکی که در روز سیوم کودک بر نمودهای سبک بیماری سیل گرفتار میشود که طبابتش آسان است. بله. تلفنی که رقم های آخرینش 19 است چنین میپرسند: 2 سال پیش سلفه درودراز مرا ناراحت میکرد. وقتی که طبیبان سیلشناس ششایم را تشخیص رنگینی نمودند مرا به بیماری سیل گمانبر دانستند، اما تشخیص بلغم معین نمود که من به این بیماری گرفتار نشدم. حالا باز هم حالت تکرار شده است، یعنی که باز این آدم به سلفه گرفتار شده است از افتش. باید قید کرد که سلفه این نشانه اساسی بیماری سیل است، ولی سلفه درودراز. باید این شخص باز از تشخیص بیماری سیل گذرند، هم از عکس رنگینی هم از تحلیل بلغم. خوشبختانه امروز در جمهوری ما همه گونه شرایط تشخیص و توابت بیماری سیل وجود دارد و اصولهای معاصره که بیماری سیل رو در 2 ساعت معین میکنن امکان پذیر است. باید رفته از معاینه گذرند و باید قید کرد که نتیجه منفی تحلیل بلغم این نشانی آن نیست که شخص به بیماری سیل گرفتار نباشد. هستند نمودهای بیماری سیل شش که سری وقت هست، یعنی سری وقت مراجعت میکنن تا اون درجه نرسیده است که در شش سوراخی پیدا شود و میکروب خارج کننده گردد و در تحلیل بلغم میکروب ها دریافت شوند. هر قدر شخص سری وقت مراجعت کند این شرط نیست که در بلغم وی چوبچه میکروب یافت شود، ولی در عکس رنگینی معین کردن ممکن است.
تشکر معلم جان. از خود من چندین بارها میپرسند که آن کدام داروهایی است که مثلا برای کسلی سیل پیشنهاد میکنند و آن بسیاری ها میگویند که آن بی پول است، لیکن ما آن را نمیدانیم از کجا دریافت کنیم. و راستی که خود من هم به این سوال چندان جواب داده نمیتونم، چون که بیخبرم از روی همون چیزی خودم. شاید احسان جان شما این چه میدانید که این کدام داروهاند و از کجا دسترس کردن ممکن است؟ بله، خوشبختانه در کشور ما طبابت بیماری سیل پورا رایگان است. در برنامه گذشته هم گفته بودیم داروواری های رایگان بیماری سیل در مرکزهای ضد سیلی تمام ناحیه ها داده می شود. در آنجا حجره مخصوصی دات حجره ها می گویند که در آنجا متخصصی سیلشناسی داده است و آنها وقتی که به تشخیص می روند و تشخیصشان معین می شود یک مدت در بیمارخانه بستری می گردند و وقتی که از بیمارخانه با یعنی قطع میکروب خارج کنیشان جواب داده می شوند و طبابتشون رو در خانه یعنی در شکل امبولاتوری ادامه می دهند. اونها در قید مرکز ضد سیلی می باشند و از روی همون دفتر قیدشان به مرکزهای دوست مراجعت می کنند و داروهایشون رو از آنجا رایگان گرفته استفاده می برند. باید بگویم که در بین ساکنان بعضا نفهمی می شود که فکر میکنند که مثلا میگویند که داروهای ضد سیلی بی پول هستند میگویند، لیکن ما میرویم چند دارو رو بی پول میدن اما باقی مانده دیگر داروها رو خودت میخری. طوری من در برنامه گذشته گفته بودم فقط داروهای ضد سیلی یعنی که داروهایی که برای طبابت بیماری سیل استفاده میشوند بی پول هستند. داروهایی هستند که برای رفع تأثیرات نامطلوب داروها استفاده می شود. یعنی یک کسی سرش چرخ میزند، یک کسی دیگر مثلا قید می کند، برای این دکتر طبابتی داروهای مخصوص برای خود همون شخص می نویسد که اون از حساب مبلغ خود شهروند یا که شخص بیمار خریده می شود. اما داروهای ضد سیلی در همه برای همه شکل‌های بیماری سیل در کشور ما در همه گوشه‌های کشور پورا رایگان است. من در این چند وقتی که گذشته در یک چند ماهی گذشته مدتی یک ماه در ناحیه غرم بودم و خوشبختانه یک چند همون فیته هایی که به من داده بودند از اون 4 نمایشی ساختمون اونها رو به اونها تقسیم کردم و خیلی اونها از این شاد هم بودند و همونجا هم همین خیلی سوال ها لیکن نمیدونم که در خودی همون ناحیه فرض کردیم همین خیلی مرکز ها باشند یا نه، چون که بیشتری اونها بیخبرند. من یک از همون جای کاری خودتون یک چند ورقچه گرفته بودم که در اون همون سراغه همین چیو هست، همون مرکز هاست. اونجا بگمانم که در وای هست و در پایانتر در فیض آباد یا دوامش، لیکن در خودی غرم بگمانم که همین چی نیست. شاید وای باشد یا چی نشده است. ما در تمام ناحیه های کشور مرکزهای حمایه اهالی از بیماری سیل تشکیل داده شده است. در ناحیه رشت باشد هم مرکز ضد سیلی یعنی مرکزی که بیماران به اونجا مراجعت میکنن و از تحلیل میگذرن وجود دارد و هم بیمارخانه ضد سیلی هست که در آنجا بیماران میکروب خارج کننده تا قطشوی میکروب خارج کنی طبابت میگیرند. از تجربه کدام عمل یا حالت ها را در نزدیکان شخص بیمار مشاهده نمودید که به روند طبابت خلل میرسانند؟ البته طبابت بیماری سیل این مهلت طولانی را طلب میکند. کمترین مهلت طبابت 6 ماه می باشد. متاسفانه هستند حالت هایی که بعضا مانع می شوند برای به پرگی دوام دادن طبابت. یعنی طبابت باید در زیر نظارت کارمند طب گذرد. باید بیمار هر روز به مؤسسه طبی آمده داروهایش رو در زیر نظارت کارمند طب قبول نماید. چون که خیلی که من گفتم طبابت طولانی هست.
بیمار میتواند از طبابت کنده شود، زیرا ما در جمهوری داروهای ثمرناک دسترس داریم که در مدت 1 ماه 2 ماه میتواند نشانه های بیماری تماما برطرف شود و شخص خود را سالم حس میکند و از قبول دارو سرکشی میکند. برای همین طبابت حتما باید در زیر نظارت باشد و بعضا شوهرها مانع میشوند برای هر روز به طبابت آمدن همسرانشون. بعضا هستند جای دارد که خوشتامن ها مانع میشوند. ولی ما مثل صحنه‌چه‌های هم داشتیم و کلین ها برای که هر روز رفته داروی قبول کردنش جای دارد، خیلی کمند و هر حال جای دارد. بله. و این چنین باید قید کرد که بعضا تاثیرات نامطلوب داروها نیز مانع میشوند که بیمار از طبابت کنده شود. یعنی یگان نشانه پیدا می شود و باید سر وقت به دکتر مراجعت کند تا بر ضد آن تاثیرات نامطلوب تعیینات کرده شود و اون را برطرف نماییم. اما متاسفانه آنها مراجعت نمی کنند و همون خیل از خوردن دارو سرکشی می کنند و طبابت نمی آیند. همین بارها از روز اولی که همین برنامه ما تشکیل شده است، دوی ما هم متخصصان هم اون چیزهایی که با واسطه روایت های و با واسطه حکایه های چی قید کردیم، در حقیقت قطع کردنی همین استعمال دارو در خصوصا در این بیماری خیلی ضرری کلان دارد و طرف دیگرش که وزیر معلمه خودشون خوب گفتند، اونه که اگر یگان نشانه نامطلوب از طرف این یا اون دارو شد، متاسفانه مردم ما به دکتر مراجعت کردن روا نمیبینند و بهترش که همون قطع میکنند استعمال دارویه. صاحب تلفن 7749 چنین سوال می نویسد: شخصانی که به بیماری سیل با داروها استوار گرفتار می باشند، گاه از قبول داروها سرکشی می کنند، چی باید کرد؟ همین سوالی که حاضر جوابی که حاضر خودم اون گفتیم قریب که همین ها. بله، بیماری سیل به داروها استوار این یعنی شکل وزنینتر این بیماری می باشد و باید قید کرد که محض وقتی که بیمار از طبابت کنده می شود، یعنی طبابتش رو به انجام نمی رساند، اون چوبچه میکروب ها فعال گشته شکلی به خود استوار رو می گیرند و طبابت بیماری رو مشکل می گردانند. و اینچنین داروهایی که ما شکل‌های استوار گشته بیماری سیل رو طبابت میکنیم، تاثیرات منفیشون نسبت به اون داروهای اولیه‌ای که سیل حساس رو طبابت میکنیم زیادتر است. یعنی تاثیرات منفیشون زیادتر است و باعث کنده شوی از طبابت میگردد. باید بیمار همه وقت باید با طبیب طبابتی خود باید علاقه داشته باشد و هنگام پیدایش اولین نشانه ها حتما مراجعت کند تا سر وقت اون نشانه برطرف کرده شود و هیچ وقت از طبابت دست کشیدن ممکن است، زیرا مهلت طبابت شکل استوار سیل قریب 2 سال می باشد. در دوام 2 سال باید این بیمار به تنفس داروهایش رو قبول کند، اون وقت می تواند از این بیماری شفا یابد. بله، باید علاوه کنیم که در مورد چی باید کرده که اینها پرسیدن، می توانم این رو گفت که چی باید کرد؟ باید صبر کرد، باید دستگیری کرد، باید دل برداری کرد. یعنی چطور معلمه گفتن، بله چطور معلمه گفتن این 2 سال با گفتن آسان است، اما وقتی درد میکشی، رنج میکشی و هر روز این داروها رو قبول میکنی بسیار دشوار و سنگین می نماید. برای همین پیش از همه اهل خانواده باید دستگیری کنند. اون شخص بیمار را مثلا فرزندشون باشن، مادران، پدران، باید خواهر و برادران، همسران باید دل برداری کنند و او رو تشویق کنند به ادامه طبابت و اراده او رو برای مستحکم شدن مثلا کمک نمایند که او یعنی که روح افتادگی را احساس نکند، تنهایی را احساس نکند، ناامیدی، ناباوری نباشد، یعنی که او ارادهش قوی باشد و شفای کامل امید بندد و به تنفس راه ندهد. البته در چنین حالت یاری و دستگیری
اهل خانواده و یار و رفیق و دوستا خیلی خیلی و هم دیهگان هم محله ها خیلی ضرور است، چون که در حقیقت ما یا زمانه همین خیلی است اونقدر بین هم پراکنده شدیم که بعضا نمیدانیم که همسایه‌مون در کدام احوال است. در چنین حالت ها از همان چیزی که در ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سفید است، همینجا یاری همسایه و دوست و رفیق و نزدیک در همین حالت معلوم می شود که اون چی دوستی است. و سوالی که من در اولین یک قریب نیم سال پیشتر به شما معلمه و متخصصان داده بودم، اینجا هم همین سوال آمده است: بیماری سیل چند نوع می شود؟ اگر از موضع جایگیر شوی گویم، می شود بیماری سیل شوشی و غیر شوشی، یعنی اون بیماری سیلی که در شوش ها پیدا شده است و غیر شوشی یعنی در دیگر عضوها، یعنی که بیماری سیل در همه عضوهای انسان واخورده می تواند و برای اطرافیان خطرناک تنها بیماری سیل شوش است، چون که با واسطه سلفه و عطسه زدن شخص گرفتار بیماری سیل شوش چوبچه میکروب رو به هوای اطراف خارج میکند و دیگران این هوا رو نفس کشیده سرایت مییابند. دیگر نمودهای بیماری سیل یعنی سیل غیر شوشی برای اطرافیان خطر ندارد، ولی باید حتما شخص به دکتر مراجعت کند و طبابت گیرد. انا از روی مطابقت گویم، از روی نمودی مطابقت به داروها گویم، می شود بیماری سیل حساس، یعنی به داروهای سیل حساس که این خیلی آسانتر است، طبابتش آسانتر است و مهلت 6 ماه کفایه است که بیماری از این بیماری سیل شفا یابد، یعنی اون چوبچه میکروب ها رو در مدت 6 ماه پورا نابود کرده به بیمار شفای کامل عطا کرده می شود. با هست خیلی که پیشتر گفتیم بیماری سیلی به داروها استوار و این استواری نیز با چند نمود جدا می شود. هست شکل مطابق گشته بیماری سیل، یعنی شکل استواری بیماری سیل که با همون دو داروی اساسی ضد سیلی مطابق است، یعنی با ایزونیازید و ریفامپیسین. البته این نمود هم طبابت شونده است، چون که در جمهوری ما حاضر امکانیت طبابت این نمودی بیماری نیز وجود دارد، داروها هستند و چه خیلی که گفتن رایگان دسترس کرده می شوند، ولی مهلت طبابت درازتر است، نه کم از 18 ماه گویم دوام می کند طبابتی چنین بیماران. و با هست شکل مطابق گشته وسیع، یعنی شکل استواری وسیع پیدا می کند چوبچه میکروب که طبابتش مشکل تر می گردد، یعنی برای این باز داروهای زیادتر در کار است، باز داروهای هم شماره داروها مقداری داروها زیاد است و هم مهلت طبابت دراز است، طبابت الکی مشکل تر می گردد و به هر حال چنین داروها نیز حاضر در جمهوری ما وجود دارد، یعنی داروهای نو هستند وارد شده در جمهوری، در تمام جهان داروهای نو بر ضد بیماری سیل کشف شدن و استفاده میشن و این نمود استواری وسیع را نیز امروز ما طبابت کرده میتوانیم. برای همین تاکید میکنم که شخص اگر به بیماری سیل گرفتار شد مهلت طبابت را پورا به انجام رساند و به تنفس داروها را قبول کند. از همه شرط اساسی طبابت همین است و یکی از اصولهای گویم پیشگیری بیماری سیل، پیشگیری پنشوی بیماری سیل در جامعه نیز همین است، یعنی هر قدر بیمار سری وقت مراجعت کند همون قدر طبابتش آسان است، امکانیت شفایابی هست و انتقال سرایت در بین جامعه تیزتر قطع می شود. انا معلمه شما گفتید که دوام 18 ماه و از آن بیشتر، اون بیمار تمام این مهلت در بیمارخانه باید همین تمام این مهلت در بیمارخانه گذراند یا که امکانیتی به خانه در خانه گذراندنی همین چی هست؟ نه البته میتواند بیمار از اول طبابت اگر وی میکروب خارج کننده نباشد از اول طبابت داروها رو در خانه استعمال کند و تمام مهلت طبابت در خانه طبابت گیرد و اگر میکروب خارج کننده باشد یعنی برای اطرافیان خطرناک باشد در مورد سرایت یابی مدت 1 ماه 2 ماه بعضا تا 3 ماه
بیمار بستری میگردد، یعنی تو قطع شوی میکروب خارج کنی، باقی مانده طبابت در خانه در احاطه عائله میگذرد، البته در زیر نظارت کارمندان طب. از تلفن 26 و 12 رقم های آخرینش سوال رسیده است برای شخصانی که میخواهند از تشخیص بیماری سیل گذرند ولی بیمار نیستند، برای این نفران تشخیص پولکی است یا رایگان؟ تشخیص بلغم یعنی برای دریافت بیماری سیل در سراسر جمهوری رایگان است، ولی دیگر نمودهای تشخیص یعنی گویم عکس رنتگنی و دیگر تحلیل ها که اگر بیماری سیل تصدیق نشده باشد اینها موافق قرار در جمهوری قبول گردیده پولکی هستند. یعنی که فقط بیماری سیل رایگان است، یعنی بیماری که از روزی که بیماری سیل تصدیق شد برای آن همه تحلیل ها رایگانند. اعضایان عائله آیا می توانند با بیماری سیل را پیشگیری نمایند؟ اگر توانند با کدام راه و اصول ها؟ اعضای خانواده البته می توانند 100% هم بگوییم خطا نمیکنیم، اعضای خانواده اعضای یعنی که همکاران و هم نشینان و دوستان و همسران البته نقش مهم دارند و چطور می توانند آنها یعنی که در حالت مشاهده اولی نشانه های بیماری سیل یعنی سلفه از 2 هفته زیاد، عرق کنی شبانه، طبیب گاهی روزی، لاغر شوی، کاهش اشتها و همین گونه نشانه های بیماری سیل، آنها می توانند که در رفت به دکتر مراجعت کنند، یعنی که به نزدیکترین نقطه طبی مراجعت میکنند و همین گونه از تشخیص ها میگذارند. هنگامی مثلا دریافت بیماری سیل در یکی از اعضای خانواده اونها به طبابت فرا گرفته میشن و همون زنجیر انتقال بیماری در بین اعضای خانواده کنده می شود. اگر مثلا همین چیز پیشگیری کرده نشود او می تواند به دیگر شخصان به دیگر اعضای خانواده گذرد، مثلا شاید به آنها می گذرد لیکن در آنها نشانه ها یعنی پیدا نمی شود، سیل فعال نمی شود، چرا که این وابسته است به مسئولیت شخص. شاید مسئولیت دیگر عضو خانواده یعنی نیرومندتر است و بیماری سیل خودش رو فعال کرده نمیتونه، نشان داده نمیتونه، اما نگاه میکنه که بعد از 1 سال یا 2 سال بیماری فعال میشود و اون شخص بیمار میشود، دیگر عضو خانواده، و همین چیز در بین مردم عقیده غلط رو به میان میبرد که یعنی میگن که خب بیماری سیل رو نگاه کنید که افرادی است، مثلا چند سال پیش 1 نفر از این خانه کسل شده بود، اکنون نگاه کنید که باز 1 نفر دیگر بیمار شده است، در حالی که این به سبب اولادی بودن نیست، اولادی نیست بیماری سیل، هیچ گونه به طریق نسل به نسل نمیگذارد، تنها همین قاعده های یعنی که غیر سرایت، قاعده های ایمنی از سرایت است که رعایت نمیشه و در داخل خانواده به شرطی که بیماری سیلی میکروب خارج کننده یعنی بیماری سیلی شوشی باشد. بله. در حقیقت همین مردم ما در این باره درباره اون که بیماری سیل اولادی است بین خود کمچی آوازه ها هم میبرارند و اساسی کار خیلی عادی است. اون که امروز فرض کردیم مسئولیتی همین جوانی که همراه بیمار میشیند و لیکن مسئولیتش بیشتر است و بیمار نمیشود، بعد 1 سال 2 سال ناگهان باز کدام سببی وی از سری نو سر میزند، شاید همین سبب هم باشد که در حقیقت گویند که این اولادی است، لیکن در حقیقت این چنانه که من فهمیدم این بیماری اولادی نیست و طبیبان ما و متخصصان ما تمامی کارها رو میکنند که امروز جمهوری ما نیز امکانیت دارد که همین مردم ما رو از این کسلی نامطلوب خلاص نماید و به این فقط اراده خودی مردم لازم، خودی همون بیمار که در سری وقت مراجعت کند
و از دشواری ها نهراسد. بله، باید همین در حالت پیدایش یکی از شخصان بیمار، یعنی که پیدا شدن بیماری در یکی از اعضای خانواده، باید دیگر اعضای خانواده هم از تشخیص گذرانده شوند. از پیران سالان تا کودکان خردسال همه از تشخیص گذرانده شوند. در حالت دریافت مثلا سیل نهانی یا که سیل غیر فعال که میگوییم، در این حالت هم داروهای مخصوصی هستند که برای آنها استفاده میشوند و آنها استعمال میکنند و از بیماری رها مییابند. یعنی که باید تمام اعضای خانواده هنگام دریافت یک شخص بیمار و تمام اعضای خانواده، اونهایی که در تماس دائمی بودن، مثلا همنشین بودن، همسر بیمار، مثلا فرزندان بیمار، پدر و مادر بیمار، یعنی که کل اعضای خانواده از تشخیص باید گذرند. سوال آینده ما هم خودش قریب به همین معنا است، یعنی که سرایت یافتن معنای بیمار بودن را دارد یا نه؟ سرایت یافتن این بیماری نیست، یعنی که اون شخصانی که هوای زهرآلودگی، هوای چوبچه میکروبدار را نفس کشیدن و سرایت یافتن، آنها شخص سالم حساب می شوند، چون که آنها نشانه های بیماری ندارند، ولی در دوام حیات آنها می توانند به بیماری سیل گرفتار شوند. خیلی که قید کردن، اگر در یگان حالت ناگوار افتند و مسئولیت بدنشان سست گردد، ضعیف گردد، آن چوبچه میکروب ها می توانند فعال گشته افزایش یابند و بیماری را به وجود آورند، ولی نه همه آن سرایت یافتگان به بیماری گرفتار شده می توانند. در موافق آمارهای جهانی از سرایت یافتگان، از همه اون نفرانی که سرایت یافتند به چوبچه میکروب بیماری سیل، تنها 5-10% آنها در دوام حیات خود به بیماری سیل گرفتار شده می توانند. این همون شخصانی که مسئولیت بدنشون با یگان سبب سست می شود. من از شما تشکر میکنم از آن که امروز به سوالهای تماشابین ما با پررگی جواب گرداندید و باز انتظاریم که در آینده برابر دیدن این نمایش ما از سوالهای شما کوشش میکنیم که باز جواب گردانیم. اینک امروز نمایش ما با همین انجام می‌یابد. اگر سوالی پیدا شود البته به ما نویسید. در خدمت شما امروز بودند معلمه فیروزه سید و متخصصی سیلشناس و احسان جان ترسونوف متخصصی رابطه با جامعه همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان، و ما همیشه آماده ایم به سوالهای شما جواب بگوییم. خوش باشید تا بازدید.